کاران مفخار را مستکبرین یا فرار کردند یا در منازل خود نشستند. اونهایی که امروز برای استفاده نامشروع میخواهند سر این سفره بنشینند کجا بودند اون روز که مستضعفین خون خود را میدادند؟ یا در بیغوله ها بودند و یا در خارج. این مستضعفینند که نهضت ما را به پیش بردند. اینها هستند که خون خود را ریختند. این طبقه بودند که با قیام خود رژیم منحوس را به عقب نشاندند و دست نفتخواران مفتخار را قطع کردند. اگر روحانیت یا مسئولین حکومت در سه قوه در زندگی‌های اشرافی زندگی بکنند و سفرهای آنچنانی و روابط فامیلی آنچنانی با ازدواج‌های حکومتی کاست‌های طبقاتی تشکیل بدن، اینا نمیتونن حکومت دینی در این مملکت اجرا بکنن. دین و حکومت دینی زیر سوال خواهد رفت و نسل‌های بعدی ما از اصل دین و حکومت دینی مایوس خواهند شد.